السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از شما یک خواهش دارم که با این سوال من جواب گردانید. آیا موی تنه را بغیر از موی سر دیگر همه موی بدن را تراشیدن کاری بد است یا این که نیک؟ موی دست و پا بالای شکم. حاجی محترم، از شما خواهش دارم که با سوال من حتما جواب بگردانید که ضرور است، چون که مرا موی تنه بدن نمیخورد. من موی تنه را بد میبینم. در مسئله ها از آن جمله فتوای محمودی هست، حضرت ها اجازت دادن که حتی اگر همین ابرو میبینید که دراز میشود و بالای چشم شما را فرا میگیرد، در چشم شما خلل میدهد، حتی همون مویهایی که به چشم شما ضرر میرساند همونها را به قیچی گرفتن جایز گفتند. همون مویهایی که ضرر میرسانند. اگر مویی که در بدن یعنی این برادر را آزار دهد و این برادر از این موی نافار باشد، یعنی وضعیتش خوب نباشد، تراشیدنش باکی ندارد. این مسئله را من در دوشنبه هم از یک عالم خیلی کلان هم صحبت شدم. این سوال را از او پرسان کردم و هم گفت که هیچ باکی ندارد. گفتم اگر مبادای همین پشم دست باشد، پشم شکم باشد، پشم پای باشد، اگر یگان ضرری برای همون انسان پیدا کند یا یک طبیعت ناخوب برای همون انسان پیدا کند، حق دارد که باید تراشد. یعنی وقتی که در بین تاجیکای ما تویها داریم، خدایا داریم، هر گونه معرکه های خیر احسان داریم و ما و شما را دعوت میکنند برای گویم خوردن همون طعامی که آماده کردن، آیا اگر همونجا به دعوت رویم این اسلام چگونه بها میدهد؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. حبیب خدا میگوید هر وقتایی که شما را ای بندگان خدا کدام خانه ای که دعوت کردن دعوت را اجابت کنید. دعوت به ذمه شما واجب می شود. فإن كان صائما، مبادای تو را آمد و خبر داد گفت پیغمبر خدا تو روزدار بودی، مثال امروز ماه شوال است، بعضی برادرای اسلامی ما و شما 6 روزه از ماه شوال روزدارند، فریاد میزند میگوید خانه من نصف روز است یا سحر است نانخوری، میگوید خدایی خیر احسان کردم. اگر تو روزدارم که باشی، حبیب خدا گفت حتمی اجابت کن، رو در خانه همون برادرت حضور کن، اشتراک کن. اگرچه از طعامش نمیخوری فلیصلی، و معنای فلیدعو، دعا کن در خانهش. شرط از خوردن نیست. امروز ما اگر کمی سیر باشیم یک جای دیگه دعوت میکنن نمیریم، روزدارم که نباشیم نمیریم، به خاطر میگیم خیلی سیریم کجا میریم. لیکن نمیدانیم که دعوت واجب است. وقتی دعوتی کردن در ذمه ما واجب میشود، باید که ما او را قبول کنیم. وقتی اگر وعده دادیم که میبیم، الکی تماشا کنیم که این به ذمه شما واجب میشود، نرفتین شما گناهکار میشوید. خب و اگر باشد که روزخور باشین، گفت پیغمبری خدا روزدار نباشین، پس از طعامش میخورین، مقصد اجابت کنین. لیکن حبیب خدا در این مسئله حدیث های دیگر هم دارد که باره از یکی از صحابه های پیغمبر خدا را گفتن خاندان ما بیگاهی مرحمت، من برای 5 نفر آدم طعام آماده کردم، می توانی ای حبیب خدا همراه 5 نفر به خانه من بیایی؟ حبیب خدا میگوید وقتی بیگاه شد، 1 نفر زیارتچی حبیب خدا از کجای پیدا شد؟ حبیب خدا این شخص هم گرفتن همراه خودشان. ولی امروز ما و شما هم عادت داریم که مثال ما را یک کس خبر میکنن 2-3 نفر دیگر را میگیریم، خیلی همون نان کرده ساخی، همون مثال نان هست، فرقش چی آخی؟ چی شما بخورین چی فلانی خورد؟ گفته هم تری دلیل ها داریم. حبیب خدا هم میگه همراه خودش همون نفری مهمان گرفت و برد. لیکن خاندار 5 نفر گفت، حبیب خدا 5 نفر گرفت، این مهمان هم همراه خود برد. لیکن مهمان در بیرون کوچه گذاشت، همراه 5 نفر خانه خاندار درآمد و از خاندار پرسید
همون 5 نفری که گفته بودی اینا مرحمت. لیکن یک نفر زیارت من آمده است، مهمان من است، بیرون خانه است، حق داری اگر خواهی قبولش کن، نخواهی قبولش نکن. خانه‌دار چی گفت؟ و حبیب خدا گفت من قبولش دارم گفتن. یعنی مهمان قبول کردن به اذن خاندان، به اجازت خاندان شد. از همین خاطر باشد که صاحب چهار کتاب میگه اول آن باشد که مانندی مگس هم میدانیم پشه، اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمانی کس. هر کی او مهمانی کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. کسی به دعوت خانه یک برادرش قبول کرد، وای الله که چی است؟ وای خار است، وای زار است، وای شرمنده می شود. برای یک تکنانی که همونجا استفاده میبری قدر و شرف قیمت گم میکنی. برای همین امروز این مدنیت دم شما باید رسین. بس از مثال خدای کافتن و جای نان و آب کافتن، این شرمندگی است. دعوت ما کردن انشاءالله قبول، دعوت نکردن ما حق مثال در خاندان او اشتراک کردن نداریم. اون سخنایی که مثال پیشینی ها بود، نان شنوی و نرای گناهگار میشه، ایره کدام با همین پیشوای شکم چرام به دست باور کنید. این یگان دلیل ها ندارن. من دلیل هاش از حدیث برای شما خوانده دادم. قبول نکنین. هر یک جا به خودش گویم نفر دارد، آدم دارد، شرایط دارد، حساب میکند چی مقدار قوت و مثال تعامش میرسیدگی است، بعدا مردم دعوت میکند. آیا بسم الله را در تعام فراموش کنی یا قصداً ترک کنی چی میشود؟ اگر بسم الله الرحمن الرحیم پیش از تعام خوردن ما قصداً ترک کنیم گناهگار میشویم. هر یک کار باید که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شود. حتی وارد شدن جنت ده انسان بسم الله الرحمن الرحیم میگفته است، با جنت میدرآمده است. همیشه باید که در زبان ما بسم الله الرحمن الرحیم جاری باشد. باری میگه پیغمبر خدا در یک حکایه خوانده بودم، با یک نفر میگه نشستم تعام خوردم، وای بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، خورد تعام قریب در آخر طبق یک ناله ماندنده و چی گفت؟ گفت بسم الله اوله و آخره. این از روی حدیث است. پیغمبر خدا گفت کدامت اگر فراموش کردی در بین طعام یا آخر طعام در بیادت آمد چی بگو؟ بسم الله اوله و آخره. بسم الله اول و آخر. میگه با این مرد من طعام میخوردم وای بسم الله نگفت، بعدن یک طعام ماندند که بسم الله اوله و آخره گفت. این زمان حبیب خدا میگه من خنده کردم. پرسید چرا میخندی؟ گفتم تا همین زمانی که این بسم الله را تو تکرار نکردی همراه تو شیطان طعام خورده ایستاده بود. وقتی تو بسم الله اوله و آخره گفتی شیطان آنچه که خورده بود همش پس گردانید. این قوت دادن شیطان است کسی اگر بسم الله الرحمن الرحیم نمیگوید. پدر و مادرها هم فرزندها را باید تعلیم دهند در نزد دسترخوان با دست راست خور بچم بسم الله الرحمن الرحیم بگو. اینا را باید پدر و مادرها فرزندها را تعلیم دهند. السلام علیکم ایشانی حاجی مرزا، به عدد رحمت خدا بر شما باد که من یک زن مسلمان هستم. از دوشنبه با همراهی شوهر و فرزندانمان از کاسته های شما بهره میبریم. یک سوال دارم، شوهرم سیگارت میکشد، آیا این در اسلام چه حکم دارد؟ ساده و روشن بیان کنید که شوهرم معلم مکتب میانه است. من این مسئله را چندین بارها گفتگی هستم، چی درباره ناز چی درباره سیگارت، که اسلام شعار دارد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام شعارش همین است که از چیز ضرر نبین و به کسی ضرر نرسان. این شعار اسلام است، از چیز ضرر نبین و با کسی ضرر نرسان. مقصد از سیگارت تو ضرر میبینی، تو شعار اسلام پایمال داری.
برای همین سیگارت در اسلام حرام است. چه از جهتی گوییم که در جسم آدم ضرر دارد، چه در اقتصادیاتش ضرر دارد. وقتی هر چیزی که به جسم آدم ضرر داد، به جسد آدم ضررش رسید، این در اسلام حرام است. هر یک حرام کرده پروردگار حکمتش انا همین است که شما تماشا کنید چیزی را که خدا حرام گفته است و حتمی در ارگانیسم شما ضرر دارد. برای همین باز مخصوص اگر این برادر ما معلم باشد، معلم باید از سیگارت و از ناس دور باشد. معلم در پیش طلبه وقتی که سیگارت میکشد، ناس میکشد، همون شاگرداشان سیگارت کش و ناس کش میشوند. امروز به گوش ما آوازها میرسد که بعضی معلم ها طلبه ها را پول میدهند که برای ما ناس بخر یا سیگارت بخر. این نادرست است. داملای عزیز، من یک طالب علم از فرخار هستم. با یک سوال با شما مراجعت کردنی هستم. خواهش دارم این را جواب گویید. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو حنیفه سراج امتی. این حدیث صحیح است یا نه؟ یعنی حدیث ها دا میگذارد که ابو حنیفه این رئیس مذهب ما و شماست و این سراج امت است. گویا پیغمبر خدا گفته باشد که ابو حنیفه را شما میدونین که 70 سال بعد حبیب خدا به دنیا آمدن. ابو حنیفه سراج امت من است. سراج گفته چراغ میگویند، یک روشنی را میگویند، چراغ امت من است. نه، این برادر عزیز علی قاری در کتاب موضوعاتش میگوید این حدیث موضوع است. این حدیث صحیح نیست. این حدیث بافته است، حدیث تهمت است. هیچگاه حبیب خدا ابو حنیفه سراج امت من گفتگی خبر نداده است. لیکن خدا رحمت کند علامه جلال الدین سیوطی را که صاحب کتاب خلفای راشدین است که چهاریار بسیار قصه خوب کردگی است که امروز دنیای اسلام او را میخوانند، در زیر حدیثی لو کان العلم معلقا بالثریا لتناوله الرجال من ابناء فارسه. حبیب خدا گفتن اگر علم در ثریا باشد، گویم همون بلندترین ستاره آسمان ده اگر علم باشد، هر آینه مردهای از قومی گویم یا از طایفه فارس، مردم تاجیک، این علم به پایان میارند. همین جلال الدین سیوطی علامه در عقیده خودش گفته است که همین اشاره به امام ابو حنیفه است. برای همین سراج امت گفتن اگرچه از زبان پیغمبر نمیگوییم، لیکن سراج امت بودن ابو حنیفه هیچ شک و شبهه نیست. وقتی یک عالم سراج باشد، پس ابو حنیفه سردار همه علماست. امروز شکر ما و شما پیروی این گونه عالم برجسته در مذهب داریم. این شکرانه کردن در کار. انشاءالله ما راهی غلط نرفتیم، ما راهی نادرست نرفتیم. و امروز همه شما هم جوانهای عزیز، من چند بار گفته بودم، باز میگویم که مذهب امام ابو حنیفه برای ما و شما امروز حتمی و ضروری است. امروز به نهایت مطابق و مناسب در همین جمهوری تاجیکستان ماست. بهترین نعمت این آرامی هست که اگر در بین ما بعض اختلاف ها و بعض نافهمی ها را اگر جاری کنند، این حالت ده ممکن است که این آرامی از دست ما رود. السلام علیکم داملای عزیز، مرده را راه دور بردن جایز است یا جایز نیست؟ مرده را راه دور بردن جایز است یا جایز نیست؟ امام سرخسی رحمت الله علیه از قول امام محمد میگوید که مکروه است. مقصد از همین در کلا وفات میکند میگیرن خاولینگ میبرند، در کلا وفات میکند میگیرن مثال دوشنبه میبرند، یا در دوشنبه وفات میکند گرفته کولاب میارند و دیگر و دیگر.
همین امام سرخسی خدا رحمت و مغفرت چون کند از سخن قول امام محمد گرفتن، گفتن مکروه است، بردنش درست نیست گفتن. لیکن خدا رحمت کند با صاحب فتاوای خلاصه را که دیروز من نگاه کردم، همین بابا این سوال خواستم نگاه کنم، اونجا گفته است تا 4000 میل، اگر یعنی 1 میل یا 2 میل اگر مرده را دور برند این یگان ضرری ندارد. 1 میل در شریعت 4000 قدم است. 4000 قدم گویم اگر 50 سانتی متری گیریم 2 کیلومتر تا 2 کیلومتر گفته است. صاحب فتاوای خلاصه گفته است که باکی ندارد و بعضی صاحبای کتاب گفتن این 2 میل 4000 گز می شود. 1 گز 91.5 سانتی متر، گویم که قریب 4 کیلومتر. اگر مرده را دور برند اینم باکی ندارد. لیکن امروز در همین شرایطی که ما و شما داریم بهترین صورت همین است که ما راه دور نبریم. خوبترین صورت چون در همون نزدیکترین منزل برده مرده ها ما جای میکنیم. اگرچه وصیت هم که کند وصیتی او بیکاره است، وصیتی او را ما در حال حیاتش میگیم میلش به جان قبول، لیکن جانا که به حق تسلیم کرد همون نزدیکترین منزل در برده گورش میکنیم. یگان گناهگاری در شریعت ندارد، فقط وصیت مرده در 3-1 ماه تأثیر دارد و خلاص. اگر 1000 سامان از مرده من باقی ماند، گوید که بچم همین همشه بعد من در راه خدا خیر کن. وقتی که از دنیا گذشت ما همون 333 سامانیش گویم صرف میکنیم و باقی مانده شبا در جان خودمان صرف میکنیم. این یگان زیان و گناه در شریعت نیست. دوم، شوهر میتواند که زنش را در لحد جای کند. یعنی در فخرالدین خان خدا رحمت و مغفرت کند در همین فتاوی خلاصه دلیل میارد که مکروه است برای مردم این که شوهر یا پدر یا خسر اجازت ندهند که تابوت همون زن بردارد. یعنی بعضی انسان های هستند که نمیگذارند که شوهر تابوت زنش بردارد. یعنی وقتی که به قبرگاه میبرند در راه برداشتنش دم بعضی آدم ها اجازت نمیدهند. بعضی جوان ها امروز اینقدر پیشرفت علم و انکشاف در علم است، امروز فرزندای خود چون میمرد میگن که چی نرو، قبرستان نرو، از پس فرزندت نرو. اینا همش گویم باور که یک جهالت و غفلت و نادانی است. از پس فرزندت قبرستان بره، فرزند خودت به دست خودت در لحد بگذار، درسته باکی نداره. لیکن شوهر در داخل قبر در فتوا میارد که اگر محرمای زن یک جای باشند میتواند که زن در لحد گذارد، خودش تنها در لحد گذاشتش نمیتواند. همراه محرماش، همراه تغش باشد، عمکش باشد، برادرش باشد، دادرش باشد، یک جای میتواند که همون زن گرفته در لحد جای کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. جوانی که در خدمت است نمیتواند که نمازهای جمعه را بخواند، شما در این سوال چی گفتنی هستی؟ یعنی برادرایی که امروز در خشونها گویم حربی در خدمت میکنن، یعنی همچون عسکر خدمت وطن مادر میکنن، اینا عذر دارد. برای اینا اگر شرایط جمعه خانی که نباشد میتوانن پیشین هاشون خوانند، زیرا که اینها شرایطی گویم جمعه خانی نباشد چیکار کنن؟ کجا روان جمعه خانه؟ اگر شرایطی پیشین خانی داشته باشن همون پیشین هاشون در همون گویم که جایهای خدمتشون ادا میکنن. جوانای عزیز، امروز خدمت وطنم یکی از قرضهای هر یک گویم شهروند تاجیکستان است. وقتی معین خدمت آمد ما باید سرکشی نکنیم، ما باید گردن کشی نکنیم. امروز تاجیکستان در دست تاجیک است، پس باید که هر یک سرحد داریم، هر یک شهر داریم، هر یک گویم منطقه‌ای که داریم برای محافظت باید که ما و شما رفته تاجیکستان ما محافظت کنیم. این خدمت هر یک جوان است. امروز سرکشی نکنیم، بسیار نیک می شود. این راه هم خیلی راه آدمای دلیر است،
راه هر یک شخص نیست. السلام علیکم اکای حاجی داملا. همسایه ما در کلاب زن دارد. من خودم از دوشنبه هستم. باز در روسیه نیز زنی عروسی دارد. آیا زنی عروسی را تاجیک گیرد رواست یا روا نیست؟ اگر زنی عروس زنی کتابی باشد اجازت است که او را چی تاجیک است چی عرب است، یعنی کدام آدم مسلمانی نباشد می تواند که باید در نکاح درآورد. زنی که به کتاب به همون انجیلی که دارم به همون ایمان داشته باشد. لیکن برادرای عزیز، برای زن گرفتن یک شرط زنگیری این است که زن باید که اصل داشته باشد. زن به منزله زمین است، باید زمینی خوب گیری. بین امروز آدما زمین آبی میکاون که مثال زمینای آبی حاصلش زیاد است. هیچ وقت زمینی که شوره داشته باشد خس و خارش زیاد باشد در او هیچ وقت رجوع ندارند. مقصد زن به منزله زمین است. باید ما زن از طایفه گیریم که اصل داشته باشد. برای ما چی حاجت است امروز زنی روسی گرفتن؟ چی حاجت است؟ زمانی که دخترای تاجیک ما خودشون شوهر ندارند، زمانی که در هر یک خانه تاجیک 2 دختر 3 دختر به شوهر ایستادگی است، کجا میره زنی عروسی میگیری؟ بعضی زنای عروسی این بچکای تاجیکی ساده ما را یافتن، تنی کلمه عرضه کن، خیلی کلمه عرضه میکنن، تمام میگه مسلمان شد گرفته با او خدمت زندگی کردن میگیرد. نمیداند که حالی عاقبت چی میشود، از این چگونه فرزند به دنیا میآید و عاقبت با این مرد چگونه زنی میکرده باشد. و حضرت سعدی میگه زمین شوره سنبول بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس. برادرای عزیز، همه شما را من نصیحت من این است که امروز زنی تاجیک زنی کنی. زنی هست که گویم همه جهت و تو میدانی، زبانش با زبان تو موافق است، مذهبش با مذهب توست، دینش دینی تو هست، معامله های گویم زندگی را خوب آموختگی هست. برای همین بهترین برای جوان تاجیک امروز زنی تاجیک است. جوانای عزیز هیچ وقت میل با زنهای روسی نکنید، تاجیکای خود ما نگیریم. امروز ببین اینقدر زنها از حساب به شوهری به حیا شدند، بیگانه شدند، دستی گوی مردم بیگانه استفاده دا بردند، با ملکهای خارج برده استفاده شان بردیستند. همش به خاطر است که شوهر ندارند. امروز بعضی همون دیوسا گویم، بعضی جوانای بی غیرت همین کلاب ما و شما امروز با دخترهای تاجیک برده در عسکرهای روس بیزنس میکنند. مردن تون بهتر باور کنید. وقتش از زن ممراز بود، امروز بچه کلابی ممراز شده است. این خبرها به گوش ما می آید، ادرساش میدانیم باور کنیم. بچه تاجیک بار میکند، دخترها را در یک خانه جمع میکند، بچه های روس میگیرد میبرد، 1000 سومی روسی 500 سومی روسیش میدهند، به دختر تاجیک یک جایش میکند. همین دیوسی نیست؟ همین یک گویم باور که خیانتی در ملت تاجیک است. آخر تو اونقدر جوان مرد باشی، اونقدر دلت به ملت تاجیک سوزد، تو برای و یک شوهر جستجو کن، شوهرش بیا. برای همین دادرای عزیز هیچ وقت برای خدا اون زنها را اختیار نکنید، زنهای تاجیکی خود ما نگیریم. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش می‌نمایم که با همین سوال من جواب گوید. مدت 6 سال می شود که شوهرم در روسیه کار میکند و تا حال نیامده است.
مردم میگویند که وقتی که او برگردد باید که از نو نکاح کنید. آیا این درست است یا نه؟ با احترام خواهر اخلاصمند شما. این مرحمت خودش 6 سال این حالی این همین شخص در همونجا زن دارد. بعضی هاش میگوید که وقتی ما روسا را میگیریم پاسپورت ما از دست ما میگیرن، به خاطری که دیگر تو پای در طرف تاجیکستان نمیمانی. ببینید غمخواری زنی روس نسبتی بچه تاجیک. ما امروز خرسند میشیم که جوان مردای تاجیک رفته در اونجا کار میکنن و پدر و مادر و زن و فرزندشون را در اینجا کمک میکنن، یاردم میکنن. 6 سال زن و فرزند تماما سراغ نکنی، آیا این در کجا دیگر گویم ایمانداری و اسلامداری تو باقی میماند؟ در کجا دیگر؟ از تو دا گویم آدم شرمنده، از تو دا آدم بیناموس دیگر وجود ندارد. تو چی میدانی که زنی تو در کدام حالت در اینجا گرفتار است؟ چی کار میکند؟ تو چگونه زنداری داری؟ این عاقبت زنهایی که ما و شما در روسیه رفته زن میگیریم، زنهای خودمان در همینجا با فرزندا هر طرف پریشان میگردند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. من یک مادر به شما گفتنی دارم. از برآمد و ثبت کاسته های شما خیلی ممنونم. نتیجه همه کارهای شما تربیت جوانان است. من خیلی خرسند هستم که پسر من مثل دیگر پسرها دائم روزهای جمعه را انتظارند برای سخنهای تربیوی شما. رحمت بر شما داملا که امروز جوانان شهرمان را برای راست تربیه کرده ایستاده اید. سوال مادر: من کارکن دولتی هستم لیکن بیروی مال به کار می روم. اما خویش و تبار مرا سرزنش می کنند، لیکن الحمدلله من مسلمان هستم و دین اسلام را سخت اعتقاد دارم. من باید چیکار کنم مادر؟ راستی بار من چی برای این مادر باشد چی برای کدام خواهری نباشد، هیچ وقت یگان تغییرات در اسلام در آیت قرآن احادیث رسول الله در آوردن نمیتوانند. چیزی که خدا امر کرده، چیزی که حبیب خدا برای ما سفارش داده است، وای برای ما دیگر چی هست؟ خودش برای ما دیگر فرمان است، وای برای ما دیگر فتوا هست. من برای این گونه مادری که خیلی گویم با یک علم، با یک کلمه ها و جمله های خیلی خوب برای ما نویسانده است، منم به این مادر همین گفتنی هستم که مادر عزیز، پوشانیدن سر این فرمان پروردگار است. این الله چی در سوره احزاب چی در سوره نور تماشا کن. مرحمت اگر خواهی، امروز قرآن با طریق کریلیکی هم چاپ شده است. مبادای شما را درد نکند که ما در باب سطر و در باب رویمال وقتی صحبت میکنیم فکر کنیم که این پیشنهاد خودی من است. نه، بلکه این سخن خداوند است. در قرآن هم در سوره احزاب هم در سوره نور خطابه فرمان برای زنها دارد. از این خاطر مادر عزیز، چی کارگر دولتی چی کارگر غیر دولتی، فرمان پروردگار این است که باید تو رویمال داشته باشی. باید گردن و دست تو را کسی نبیند بجز شوهر تو. این فرمان پروردگار است. اجرا کنی خوش به حالت، اجرا نکنی هزار اگر حاجی میرزا و پیر و استاد داشته باشی، در قیامت برای تو عذاب انتظار است. لباس خودش زیبایی است. همون رویمالی که زنها میدازند، همون آستینهای درازی که زنهای ما و شما دارند، باور کنید زیبایی از زینت است. خودش زینت است. از یک جهت فرمان اجرا شده ایستاده است، از یک جهت زینت او زیبایی همین زن پیدا شده ایستاده است. این امروز ما جای گوییم که غیبت و جای تنقیدش نیست. همین دخترهایی که در شهر میبینیم، همون چهره های زیبایی که خدا برای اونها داده است، اینقدر کریم، اینقدر گویم تمام نمود داروها را در چهره ها استفاده میبرند. شما یک نظر کنین بعد یک 5 ساله چهره همون را تماشا کنین، این خیمیه ها اینقدر زلال زیاد دارند، هیچ احتیاج به اونها هم ندارند. انشاءالله من در اطراف این مسئله
دارم صحبتی که برای شما یک صحبت مفصلی شاید یک جمعه یا دو جمعه در اطراف این صحبت میکنم اگر عمرم باقی باشد. السلام علیکم دام الله حاجی میرزا، اگر در مسابقه مثل گشتینگیری یا باکس غلبه به دست آری زمین را بوسه کنی از شادی درست است یا نه؟ بعضی آدمای هستن که گشتین میگیرن یا گویم در مسابقه هم باکسی که میگوید غلبه میکنن بعد زمین بوسه میکنن. اگر دیده باشین این حرام است در اسلام. زمین بوسه کردن جایز نیست. وقتی فوتبال ها را تماشا میکردیم گویم که یک گروه دیگه در غلبه میکرد، بعد همون نصرانی ها در گردن هاشون همون کریست داشتن، همون کریست هاشون بوسه میکردن. بعضی هاش کریست نداشت، با دستش همون اشاره کریست میکرد و شکرانه میکرد. امروز جوان تاجیک وقتی تو در گشتین غلبه میکنی، در باکس غلبه میکنی، در کدام چیزی نباشد، تو به جای بوسه زمین سجده کن، شکر به سوی پروردگار بگو. امروز افسوس که تاجیکای ما وقتی غلبه به دست میارن بعد میان شامپانسکی هوی میکنن، بعد عرق میخورن که این ما غلبه کردیم. آخه قوه خدا دادی است، تو خدای قوت داده است، به سوی پروردگار شکرانه کن. بعد این غلبه 2 رکعت نماز خوان، بگو پروردگار هزارها شکر که مرا در بین اینقدر میلیون آدم گویم خجالت نگذاشتی. آمده شامپانسکی هوی کردن این یک باره به ضرر جان تو حل می شود. عاقبت در یک مسابقه چنان مغلوبت میکنن که شاید یگان اعضات شکسته شود، دیگر اصلا دیگر او را پیوند کردن نتوانی. این خطرها هم وجود دارد. دادرای عزیز، می توانید شما امروز ورزش در تاجیکستان خیلی پیشرفت کردگی است. شما وقتی که غلبه کردین مرحمت می توانین که چیکار کنین؟ زمین سجده کنین، شکر به سوی خدا کنین. یک منظره همون تایسونی که تایسون باکس میکنه، یک منظره شدیدگی بدم که وقتی در یک برآمدش غلبه کرد در زمین زد، اما آدم نو مسلمان است، همون آدم در زمین سجده کرد، بوسه نکرد، سجده کرد. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، من همین سوال آخرانه میخوانم انشاءالله، بعدا ما یک گروه جوانان از شما یک سوال داریم. سوال چنین است: در مسجد محله ما به ما نمیگذارند که صف نماز را جفس کنیم. برای اشاره سبابه به ما کیانه میزنند. سخن دنیایی به حد زیاد است، حتی جنجال ها میکنند. وقتی ما با امام مسجد گفتگو کردیم که از پند و موعظه های حاجی میرزا مانده پیش از نماز گوش کنیم، در حال از شما عیبجویی کرد و اجازت نمیدهد. در حق این گونه امام ها نصیحت کنید و در حق ما نیز دعا کنید که خدا ما را هدایت کند. با احترام، یک گروه مخلصان شما. این برادران میخواهند صفحاشون جفس باشد، میخواهند صفحاشون راست باشد، میخواهند اشاره یعنی انگشت بردارند در حالت اشهد ان لا اله الا الله ده. بعضی شخصای پیدا میشود که جفس کردن این صفحه نمیگذارند، راست کردن این صفحه نمیگذارند، برداشتن انگشت اجازت نمیدهند. و شما باید گوش نکنین. آخه او کی از خودش؟ وقتی جفس کردن صف امر پیغمبری خدا باشد، صف راست کردنش امر باشد، برداشتن انگشت امر باشد، کی را اطاعت کنی؟ امام؟ خدا رحمت کند. و حضرت حافظ میگو ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قطع دانا همه از خون جگر میبینن. چیکار کنین؟ زمان هم تشیده است. امام در محراب است که دیگر آخر دیگر چی گویم دیگر؟ اسب تازه شده مجروح به زیر پالان، توقی زرین همه در گردن خر میبینم. چیکار کنیم؟ امروز محراب ها از این گونه شخص ها خالی اند. از شخصی که حق میگوید، از شخصی که از حدیث و آیت سخن میراند، محراب ها امروز ما و شما خالی هستند. بعدا مثل همین گونه بعض ابله هایی که از حدیث و از آیت و از مسئله درک ندارند، بعدا فشار بالای مردم میارند.
شما کردن گیرین، صفحاتان راست کنین، صفحاتان جفت کنین، اشاره را کنین. کدامی من برای شما گفته بودم کسی اشاره میکند برادرای عزیز، این حدیث پیغمبر خدا هست. از 30 حدیث زیاد درباره نمین یک برداشتن انگشت آمده است. بعضی از فقهای ما و شما هم حتی ببین صاحب عمدة الرعایه این شرح الوقایه است. و حضرت گفتند، صاحب فقه کیدانی گفته است، باز در تنبورش نواخته گفته است این حرام گفته است. ببین صاحب فقه کیدانی در کتابش گفته است کسی انگشت می بردارد همین انگشت برداری حرام. لیکن صاحب کتاب عمدة الرعایه که خیلی کتاب معتبر است و در علم و در حدیث و در بزرگی از فقه کیدانی 1000 برابر بالا بود، و میگوید صاحب فقه کیدانی شرم نکرده در تنورش نواخته انگشت برداشتنش حرام گفته است. علی قاری رحمت و مغفرت کند خدا، و در مذهب همین ما و شما امام ابو حنیفه است، در باب همین برداشتن انگشت رساله دارد، یک کتاب پره دارد و گفته است. چی گفته است؟ اگر گفته است انا همین حدیثی و ظن بالمؤمنین خیرا نمیشد، من صاحب فقه کیدانی را حکمی به کفر میدادم. علی قاری امروز کتاب موضوعات حدیث دارد، شما یعنی علم شاید درک نداشته باشید. صاحب و محدث است و میگوید فقه کیدانی که امروز تعلیماتی است که میگوید برداشتن انگشت حرام است، و از علی قاری در کتابش میگوید که پیغمبر خدا گفتن و ظن بالمؤمنین خیرا، با تمام مؤمن ها گمانی نیک داشته باشین. گفت اگر همین حدیث نمیشد من صاحب فقه کیدانی را حکمی به کفر میدادم که حلال خدا حلال کردگی را حرام میگن. برای همین کسی انگشت میبردارد، پدرای عزیز شما خشمناک نشوید. او چی جای خشم شدن از وقتی حبیب خدا برداشتن؟ و حتی گفتن هی اشد علی الشیطان من حدید، همین شیطان گفته است آهن گرفته در تار سر شیطان میزنی، از اون دا گفته است در برداشتن انگشت شیطان ناراحت میشود. همین انگشتی که میبردانن اشهد ان لا اله الا الله دا میپرتایمش، همین شیطان دردمند میشده است. و این کرده پیغمبر ما و شما هست. برای همین نمیکنی میلش نکن، لیکن میکردگی آدم ها را تحقیر نکن. این در این علم نداری، این مرحمت در این مسجد کدامت علم داری؟ در همین باب انگشت تیز مثال من کردگیش گپ زن در بین همین مردم، من تو را قبول دارم. اگر دلیل های مستحکم داشته باشی، از حدیث از آیت تو دلیل داشته باشی، نداری برادر عزیز. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک 5 دقیقه دیگر مانده است. همینجا مهمان داریم انشاءالله در اطراف همین کدام مسئله برای ما و شما یک چیزی میگوید، در ممکن تای 5 دقیقه است، ممکن تای 10 دقیقه است، همین ما و شما گوش کنیم. از حکومت نماینده دین انشاءالله بعداً دعا میکنیم مرحمت. پیش از آنی که تو خانه کعبه می روی باید که تیار شده روی. یعنی بعضی حاجی های امروز میآیند، شما میدانید بعضی هایش میآیند، امروز خبرهاش میآید که حاجی را دیدیم کشف علو کده عرق زده است، حاجی را دیدیم مثال به وقت نمازش نمیخونه، حاجی را دیدیم مثال و فلان دخترک مثال یک جای شیدگی فلان فلان، یعنی در حق مثال فلان حاجی فلان گپا. در اصل اینا وجود دارند. برای همین هر کسی که خانه کعبه زیارت می رود باید آن چیزی که از اخلاقهای نادرست و گویم کردارهای بده که داشت همه را ترک میکند، رفته حج میکند، میآید انشاءالله در نزد خدا بهترین مکافات جنت است، برخوردار میشود. برای همین این یگان بسیار پیشنهاد خوب است. کدام خیلی مسئله قیمت شید نشید برای بای یا برای تو کم بغل نیست. این برای آدمی بای $100 قیمت میشد، $200 قیمت میشد، برای فرقی ندارد. او برای مثال خودت برای یگان کسی دیگر که پول نداره $100 خیلی پول کلانه. برای آدم با دولت $100 هیچ پول هم نیست آخه. برای همین حج خدا برای آدم با دولت گفته است، برای آدم نادار مرحمت نماز جمعه، با صدق بیا نماز جمعه را بخوان، خداوند ثواب حج در نامه اعمالت می نویسد.
و بایهایی که در اونجا خیلی که رفیق قیومov ذکر کردن، انا بایهاش در اونجا از پس خیریه نمیگردن. انا منوش که همین روز اینجا حولی فروختن، زمین فروختن و ماشینش فروخته است رفته است، بعد اونجا دیگه پس همون ماشینای خیریه بعد میدوه که کجا دیگون خیریه و خدایی وجود داره که بخریم. باید خب اینجا در حق بچه‌هایی که این هفته خدمت کردن دعا میکنیم. من مادرم پسرم در تحصیل علم هست، دعا کنید. گفته اینجا در یک مبلغ اسپاریدن، یک برادر زکات مال دادن. خب پسری اکای شرافی نفتی بازه برای مسجدم همین هفته یاردم آوردن، مبلغی پولی آوردن. یک برادر دیگر هم صدقه کردن، یک مبلغ گفتن نامانه نگیرید برای ساختمان همین مسجدی که آغاز کردیم. مادرم بیمار است، دعا کنید. گفتن برادرمان محمد شریف که در همین مسجد ما و شما پیوسته اشتراک دارد و فرزندم در روسیه است، ایدیمت گفته که در حقش دعا کنید. و اینجا چند برادرها از دوشنبه به نام خوشنود و حسین و رضوان و عبدالملک از محله سیواستوپل، یعنی گفتن که یک خواهر داریم به نام عایشه که دلش بیمار است، در حقش دعا کنید. خدای مهربان این بنده هایی که خوانده شدن، خدایا بیماری هاشون شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردانی. گذشتگانشون خدای مهربان رحمت و مغفرت بگردانی و هر آرزوهایی که در دل دارن خدای آرزوهاشون حاصل بگردانی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین و رب العالمین.